شام بخیر. شام بخیر بابای مولا. و فکرم رهگم زدید. نه پسرم، مرا فرشته ها راهنمایی میکنن. یک رفیقم رهگم زده است، آمدم تا او را راهنمایی کنم. مانده نباشید. اگر بازی نکنی خیز دیگر کس شینه. شوکت برادر جان خوش آمدی برادرم. دمت را گیر، مرا گوش کن. پولها را کجا کردی؟ حیوان، فقط به من نگویی که همه پولها را بوی دادی. تو چی ها میگویی برادرم؟ نخود همه پول رو بویدیم. انا نصفش رو بوی دادم. نصفش رو؟ شوکت، نصف پولها همین است. من به مردم محله چی میگویم؟ برادر جان در راه با دخترها و خوردم، در بعد به طرفخانه رفته خوراک دویم خوردیم، نوشیدیم، پولها کم شد و برای پولها را جابجا کردن به کازینو آمدم تا برد کنم. من توبه کرده بودم کو. خاموش. توبه کرده است. این توبه در سرت ماند. با تو بعد گپ زنان میکنم. بعد شامتان بخیر جنابان. حالا برادرم خطا کرده است. پولی که از خودش نبود و آن را باید خرج میکردم آمده اینجا بوی داده است. خواهش میکنم پولها را به من برمیگرداندید. این خیلی کار خوب میشد. بعد بله، من این پولها را برده به یتیمان میسپارم و ثواب شما هم میرسد. نمیشود دملو. در تو پولها را باید داده. با دملو مسئولیت کرده پولها را پس گرداندنی. جورا این مکر درمون نمیگذارد. اوه شوکت، توبه. اکنون حیاتتون برباد رفت. احتیاط کنید که برادری من فهمیده؟ خاموش. برادر گرامی قدرم. به حضور بازی کن. انا پول هم داریم. تقسیم کنید. داملوی محترم باز گناهگار نشوید. همش از نیت وابسته است. تقسیم کن. داملا ما را هم گناهگار نکنید. پول شما با ما در کار نیست. در حق ما یک دعا کنید بس. برادر عزیز، میگویند قماربازی حرام است، اما نه در چنین حالت. حالا تقسیم کن. زام میکنم. پس میدهم. پس تقدیر من بلند بوده است. سراسیمگی این عمل شیطان است میگویند. نفهمیدم. شوکت، لبای برادر جان. چرا سخنهای مرا در اینجا هیچ کس نمیفهمد؟ جناب برادرم میگوید که مرحمت جنابان. گل جناب گل. برادرم گل را زد. دلم بوی شدیم برادر. چرا من این کارو کردم؟ پر کن. بس برادر پر کن. میره هم نصیب و تقدیر بلند من بود. شوکت پر کن. شوکت بس است. همینش کفایت. دیگرش مان برادر. همین قدرش بس است. دیگرش رو رفیقان بین خودشون تقسیم میکنن. کیل است تو چی گفتم؟ شوکت به من داد نزن. برادر این همه پول ها رو ما بود کردیم کو. همینش بس است. گیر جزدان از اینجا میرویم. با همه تشکر زیاد. بسیار هم شب خوش بود. حلاوت بردم. چی گویم؟ این هم نصیب و تقدیر بلند من بود. شبتان خوش. رفتیم.
دلم به آنها میسوزد. رفته او چگونه دومولا بود؟ اگر دامولا به حال ما رحم نمیکرد برادرش تمام کیسه ما را خالی میکرد. خدا از او راضی باشد. علاکه ساموسای کادوگی و علافی گفتی آوردم برای ریکورد. گوشون شوکت من به دیهات نزد مادرم میرم. این آشخانه رو فروختنی هستم. یگان خریدار نیست به خودت نمیخری؟ این رو بی آدمی عجایبی بخدا. یک ساموسا آوردیم گفته آشخانه مکتب منو میسپاری. اکا جان من بیزار اومدم مکتب در دوره کودکی من درسا میگرفتم. چخیل من مکتب به گردن میگیرم. به گردن نمیگیرم اکا جان. این ناممکن است. لبای بله تیار است. اجازه بازی میبیرم. دوست کار. مایل اکا پنود بخدا. شوکت یه دقیقه اینجا رو نگاه کن. من به دریکت چای بردن میبیرم. ای بچه تو دیگه آدم نیفتی؟ خدایا توبه این رو بینی نشانه آخر زمان ایده. که خودو تیار کن برای من باشه قهوه. گپ نیست. با یگان ارزوی دیگه داری؟ نه دیگه چیز نمیخوایم یا خدای تو. مسکلای نوپگدی باری با رنگردیش بینه که این رو سیاه کودک. این کودک سر پروایگان کرده که سامبوسا بگو تیار کنم. خدا که کجا میفهمم؟ یا خدا کی نانی لطفاً. तू ही तो जन्नत मेरी तू ही मेरा जुनू तू ही तो मन्नत मेरी तू ही रूह का सुकून तू ही अखियों की ठंडक तू ही दिल की है दस्तक और कुछ ना जानू मैं बस इतना ही जानू तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं तुझ में रब خدا दिखता فرمودم. है यारा मैं क्या करूं خدای توبه. یک خدا کی نانی دهید لطفاً. از کجا این کار در رو میوبند؟ بخشیش شما نوکار را شروع کرده جناب؟ با شما میگویم نمیفهمید. خدا جانم این دیوانه است چی است؟ معلمه بانو بابای कैसी है ये दूरी कैसी मजबूरी मैंने नजरों से तुझे छू लिया ओह कभी तेरी खुशबू कभी तेरी बातें बिन मांगे ये जहां पा लिया तू ही दिल की है रौनक तू ही जन्मों की दौलत और कुछ ना जानू شوکت شوکت برادر آره نه میجره چند پول گفتی اکا؟ نفهمیدم قهوه خانه را چند تا میگویی؟ چی سراسیمه؟ بچه چند سو میفروشی؟ تیز بگو وقت رفته است. 200 تا او 200,000 دلار؟ بله بچه سر تا گویی. 1000 دانشجو میخونن. برادر 1000 دانشجو میخونه میگویی با نقش 200,000 گفتی است بخدا. این مجبوری نیست برادر. برادر من یک دو روز پول جمع کردم این همجره میخرم لیکن یگان کسا با نفروشیش من 200,000 تا همجره میخرم 200 فهمیدی؟ گپ نیست. مرد است برادر مردکه لازوش مخیر سردارم شما رو پیش هجری برده جنهایتون رو برآوردن در کار. اکی میشم که کشته باشد. سردارم جنگاوار مثل خرگوش دویده رفت. سردارم از این پس مصلحت میکنیم کلتکلش رو من جنگاوار رو شما تعقیب میکنیم. این خیلی نمیشود. خسینم را برگردان جهان رو به یک را برگردم. آن آنجاست. خزینم را برگردان سرت مرا ما بروسیم نمیدونی تو هیچ کس به من زور دیده است لوند خیالات را دیدی؟ دروغ راست گفتی. آبا چه بس با آب افتاد. لوند کونر رو بزرنم تو رو وجدان سالم ببرونم که خرق بشه بکن. کونر دست ما بگه که کلا میترسم. تو چقدر آدمی بی انصاف بوده ای. همکارت آب خورد نجات دست دیده. ما بگه که خرق بشم میبرم. ابله من تو را آبا گیته هلپ می لوند یوری دی ایست کلتکل است. کونر ببرونم که وجدان سالم در تو فیلم ها درو بند. من فکرم که من که تگیم هم ترسید. آمدم که اینجا بیا.
پسرم مثل دلفی چلو کن دستت رو ده بگیرم که مرده بیا بگیرم اکا بیا بگیر نه پسرم من به آدم هایی که گمراه هستند راه نشان دادن آمدم. کن اینجا بیا میدونن اچکیام اکولا خورد اویستا با قبول یکان جورا نمیبینم شد من تو رو میدارم اکاونه لگان و دل زبی و کچکو من درون ببرورا که گوش کو و اونا جنگاور هم میشناسن نه دستگیر کده میتوانانش همین کم میفهمونیم هیچ نمیفهمی اکا ات در کله های پوک شما روید با ماشین زود بگذاری بس نومرد بپرانم هجری من شوکتم میگم شوکتم نمیفهمی شوکتم و نفهمم آخر شرف حق حلال کن حلالت بود حلال کن تو هم نمک برادر حقی منم حلالت بود شرف اکا کنون زن ندادی آخیر بزن بریم خاک کنون نایلش خامسی نباشی کجا بره اکا؟ همانتا بوده کجا بره بس دیگر راهی گریز نداری جنابی پا استو جناب پا میبریم در اینجا کمتر مسحتت بکنیم فهمیدی نفهمیدی با قبری پدرت رفتن گیرو ایست مرا ببخشید پسرم ببخشید خطا نآمدم پسرم خطا نآمدم برای آن آمدم که تو بر این پدر نلتهای آقی پدر را به راه راست هدایت کنم بیچاره زن نگرفته رفت در منور شده دیلش دختر قادر گفتنی آدم را پدر گفت نازی من پولدار باشم همه مرا پدر میگه من یک فکر دارم ما چرا کاردار میشویم او رو به نزد پیگی کار استادمون میبریم او چی کاری خواهد کند آفرین به تو شرف بیهودن نگفتن که ساعت ویران هم در یک روز 2 مرتبه ساعت را درست نشان میده فکر خوب به سر داد بخشی شمک دیوونه خزینه ام را دزدیدید لعنتی خزینه از من بود چه خزینه ام را میدزدیدم باز اصلا دزدی اساسی تو هستی دزدی حقیقی تو هستی خزینه ای مردک به مسلمانت کنم آخی چخل آدمی تو این بدبخت ها چی میگن آخی من بینم مسلمانم میسونک پشت رو یا خدایا بخیر بکشختکی ببریم چی میگم بدرم نقل نکو نه ایره او بردی چکو کیسه سالتو میگیره چی بکم شراب بکم آکازیو گفتنی و دام تو رو دیدن میخواهد بروتاش دراز بینیش قرنه هفت شمخلیه بله اکا همون بدروی ها؟ اوه تو هم زیان نیستی؟ زیان امروز باشه ما خدمت میکنیم ایده شاورماش بره بچه میریم کنون هم کم تیز میه اکا کلیا چی میگوی؟ همین کالتکلاس با شبکت با خیالم یک جای کار میکنن نمک میگه از پس کالتکلاس شیم همین شبکت ها اوپی کدام قپیم چی گفتی؟ ایپس ها کنونی دیونه باز مرا میکابی با گفته که شوکت بقپم پوست میکنم در درونش که های علفه جا میکنم انا من امروز گبزن شده با بدبخت دختری بیچاره گریخته رفت از پشتی کی از پشتی تو خاموش باش حیوان پرونش ای بچه یور زدن کو وجدان انسانیم ار میره میبیارم گریز لعنتی گریز بریم روشنود هر دویمان رو نابود میکنن شرف جان همه ای کارها رو ما با خاطری اکه کنعان میکنیم در حال با هجری عروس یابیم کنعان شفا میابد ای تایلا ما خمون کایزن میگیریم ها؟ بسیار خوب ولی اکای کنعان از نزدیکانش دختر گرفتن میخواهد ما هجری رو با دخترهایی که از آزمون انتخاب کردیم چل خانه دار میکنیم دخترها حتی خبر ندارن این مهم نیست از همین دخترها اگر یک تاش را هجری انتخاب کند دیگرش را اکای کنعان حل میکند تو یک تا درون بدروه
این چه خیل چهره است که مانندی لاله است. این چه خیل چشم است که مانندی نرگس است. این چه موی است که مانندی سنبل است. این چه خیل قد است که مانندی چنار است. ای پری، ای چهره ای تو به دلم هیجان آورد. وجودت مرا به فتنه کشید، چشمانت مرا به اشوه کشید، مویهایت مرا با خود عاشق کرد. تایلا شرف بر پدر نعلت چیکارت کردستی؟ نمک من رو میگیره. حیوان، ما برای هجیر عروس کافته شدیم. این دختر مثل اسب است، مثل بیدت رو هم قبول نمیکند. اسب باشد باز خوبتر. بگذار با پایهای مثل آهویش در دل من سر کنم. اوف شرف گوش کن، با فکر من یگان جای این دختر برای هجری معقول نمیشود. تشکر دختری خاله، پاچوت کمتر دروازه میتوانی روی. مرحمت. من هم برایم. شین بیعقلی نکن شرف. عروسی دویم مرحمت. چی خوش رو بودن شرف ها؟ خیلی نام شیرینکتون چیه؟ گل. گل؟ بخدختم رنگ گل بازه بی. تشکری زیاد. برجت چیه؟ اقرب. دختری خاله برج ما هم اقرب های. اقرب با اقرب توری میا بخیلم. با فکرم همه شد توری فهمیدی؟ اقرب رو نیش زده میکشد. موافق نیستم. برجی که با اقرب خوب موافق است، این برج نشانزن است که برج من باشد نشانزن است. اکه کانون دخترها رو دیدیم، باز دیدن رو ادامه دهیم. کدام دخترها؟ چیا میگوید شما؟ لعنتی، من میدونم شما رو چیکار کنم. دختری خاله ما هم همین کینوی بیوی کدوس نمیدارم. فقط کینوی اندیس که درباره عشق و محبت هایکو اونا سلمان خان، شاهرخ خان اونا دو برادرن کو بسیار تماشا میکنم. آنها برادر بودن؟ البته سلمان خان و شاهرخ خان برادر بودن. امیتاخ بچم باشد پدرشون بود. در نقشه اصلی همین 4 نفر بودن. 3 تا گفتی 4 تا حساب کردی؟ 4 مشابین هشت میروا. چگه باز اینجا؟ شرف سخنی آخری نتون رو گوید.